روبرتی دولت خصوصا بولو جناب دوله میراز گفتن که حتی مبلغ‌های نفقه‌خواران موجود فوق‌العاده تصرف میشنن. خوشبختانه در نتیجه سنجش‌هایی که ما وقتی وقتی گذرانده شده شده است من این کمبودی‌ها خرید که از بین رفتن. در دوره یک سال منتشر شده کمبودی‌هایی که از طرف پالات حساب برآورده شده در مجموع اینجا خراجات‌های غیر قانونی مربوط به باید بود در بعضی خراجات‌های داخلی خوجه‌داری است خیلی از طرف که ما مبلغ‌ها تصرف کرده باشند یا میگم پرونده آغاز کرده شده باشد خیلی نیست. مثل ما معلومات دقیقی که ندارم اگر که شما باید باشد کدام باید معلومات مفصل‌تر اگر تلفنات را نکنیم شما را شهر می‌دیم. قبول دارید اون چیزی که گفتن کم بوده که بله و سند امضا شده. برای تعیین نفقه دو تا سرچشمه است. یکم اندازه اجتماعی 25%، یکی رابطه کارفرما می‌کرد. این 1% حصه خودی همون کارگری که با نفقه‌اش تعیین می‌شود. همین یک چی هست همین سوالشون آینده همین 1% کجا می‌شود؟ 1% وقتی که ما همین نفقه را تعیین می‌کنیم 25%ی که اندازه حساب می‌شود. پلیس بالا این در 1% همین 1% چقدر اندازه شما جمع شده در همین نفقه شما جمع شده بعد نفقه حساب کرده میشد. توش در وقت نفقه تعیین کردن هم اندازه 25% و هم 1% بینابر گرفته میشود. اما سبب یک چی است که همین باید همین شهروندان ما فهمند که من سوال و پیشترم که بود ایندکساسیا وقتی که هر یک شخص 10 سوم میگذاره تا بس این نفقه رسیدن خرید زیاده فکر کنید و 7 سوم پولی و ایندکساسیا میشه. پولی و ماندگی با آینده در برای زم شده میرود. برای همین پولی 1% شما را ما یکم کس دیگر دادن نمیتونیم. هر یک شهروند چی قدر کیبل میگیره وابسته همون از معاشش 1% اگر معاش با من باشه باز زیادتر در نفقهش پیش نشه. یعنی وقتی که نفقه حساب میشود اول امروز 25% حساب کرده میشه بعدا در بروز 1% زم کرده میشه نفقه عمومی همون حساب کرده میشه. برای همین اندازه و 1% هم در وقت تعیینات نفقه و نفقه باید دارم. این چی هست در قانون وقتی که میگن در میتونه در همین رای شما هم هست در روزنامه قانونی گفت آمده است اما 1% شهروند اگر کم باشه تا 1800 تومانی یعنی 1000 شما برای صبح و میتونه 1800 تومانی شد اگر که 1% تشکیل شده باشه یک برو گیره لیکن اگر 1800 زود چیز باشد باید در نفقهش برعکس چون ایندکساسیا در نفقه او پلیس میشه برای همین نفقه خود برعکس ضرر نمیبینه تا همون وایش میتوند اگر که باشد 1800 در نفقهش و میتوند گیره اگر اینا آینده این هم وای نیستی پیشنهاد شما قبول شود اگر شهروندان ضرورت شما باشه لیکن با چی مقصد همین نفقه هم یک چی هست که وقتی که اون پولی نفقه را یک بارا میتی آدمزان چطور هم میگیری و خراجات میگیری نفقه است طبیعی می باشد معین که باشد و یک در رای معین نفقهش هم میگیرد یک رای میشه